بله مهندس جان، اینجا 300 متر 110 متر بنا داره، فول فرنیش هم هستش، آب و برق شهرکی هم داره. شهرکیش هم که همینجوری نگاه کردید خیلی زیباست. قیمتش هم با اون چیزی که مد نظرته میخوره، یعنی برای شما ایدئاله. از نظر من خوبه. نظر تو چیه؟ مورد خوبیه. بریم چند تا گزینه دیگه ببینیم. من که تا صبح میتونم به شما ویلا نشون بدم، موردم دارم، ولی فکر کنم یه مورد درجه یک دارم که به گزینه شما هم بخوره. بفرمایید با هم بریم نگاه کنیم. شهرک رو ببین مهندس جان، هر فایلی که با مجموعه ما ببینید از نظر اصالت سندی و انشعابات آب و برق و گاز خیلی شسته رفته است. شما حالا بفرمایید بریم داخلم ببینیم. این ویلا دیگه مشکلات قبلی هم نداره، ته ویلاست، 500 متر ویلاست، با قیمت شما هم میخونه. بفرمایید درخت‌ها رو نگاه کن، ورودیش هم خوبه. داخلش هم که اصلا اوکیه. توش هم خوشگله ها. آره. داخلش هم که دیدی، اینم محوطه‌اش دار و درخت بسیار خوب، به نظر من اوکیه. از هر لحاظ که اوکی. آبجی هم فکر میکنم پسندیده. قیمتش هم که دیگه میتونی با اون راه بیای دیگه اونم حالا صحبت میکنیم. پس بریم داخل املاک. بفرمایید.